سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه روش هواگیری بهتون یاد بدم که یعنی بی‌نظیر این روش. ببین کمک های جلوی هوندا جای واسه هواگیری نداره و هواگیری اصولی هم اینه که کمک فشرده بشه، در فشرده ترین حالت ممکن باشه، بعد این مهره سر کمک رو ببندی. ولی خب اگه بخوای بازش کنی و فشردش کنی، این مهره بسته نمیشه، خیلی سخت بسته میشه و خطرات هم داره، احتمال پرت شدن مهره و اینجور چیزا رو هم داره. ولی خب یه روشی آوردم واسه که خیلی حرفه‌ای همچین ابزاری میذاری. نگاه کنی یه جک میذاری اینجا، یه گیره و قلاب همچین چیزی هم اینجا درست میکنین. حالا بعدش میان مهره سر کمک یه سوراخ میزنین، بعد یه والف تویو به همین صورت که میبینین اینجا کار